اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. ما دیشب راجع به این صحبت کردیم که اصلا این دعا چیه و چرا باید دعا بکنیم. چطور میشه بعضی موقع‌ها دعامون برآورده نمیشه. و امشب هم اگه اجازه بفرمایید چون زمان نداریم خیلی سریع بحث رو شروع کنم، اون رو ادامه بدیم. در واقع اولین مسئله که مطرح شد این بود که ما توی دعا مهمترین اتفاق اعلام عجز خودمونه. کسی چیزی میخواد که نداره. مثلا ما کمتر میایم دعا میکنیم که خدایا اکسیژن کافی برسون. کسی تا حالا همچین دعایی نکرد، حالا بعیده. من اینکه یه جا گیر کرده باشه مثلا. چرا؟ چون میگیم که نعمات وافره خداست دیگه، همه جا هست. دعا کردن نداره که. اما آدم وقتی توی تنگنا قرار میگیره، وقتی تو سختی قرار میگیره، اون موقع احساس به این میکنه که باید یکی کمکش کنه. همین دو تا نکته مهم داره. اولا میفهمیم که خودمون نمیتونیم، کاری نیستیم. دوم این که خدای هست که این کارو میتونه انجام بده. این خیلی اتفاق مهمیه. اصلا خدا شاهده، شاید بگیم بخش قابل توجه است، بندگی رو همین حل کرده. چون ما اولا متوهمیم، فکر میکنیم خودمون کسی هستیم. دوم من یادم میره خدا کار ازش برمیاد. فلذا ما کسی که از او چیزی میخوایم رو دقت بفهمیم. اول باید عالم بدونیم. حقیقتا به اسم نه. عالم بدونیم به این که آقا قطعا او از من بهتر میدونه که راه حل این مشکل چیه. اصلا این مشکل هست یا نیست. خیلی وقتا عرض کردم یه چیزی رو تو تصور من و شما مشکله. یه خورده که بزرگتر میشیم به لحاظ روحی و عقلی میبینیم اصلا مشکل نبوده، خیلی هم خوب بوده. یه چیزی که بچه خرد سال 3-4 ساله مشکل میدونه، تو بزرگسالیش اصلا مشکل دیگه محسوب نمیشه. نه ظاهرا ما باید بزرگ بشیم. اولا او رو عالم بدونیم. دوم که قادر بدونیم. قائل بر این باشیم که ازش برمیاد. ماها باور نداریم خدا کار ازش برمیاد. جدی میگم، ما الکی میگیم سر زبونا، منتها این باور نشده برای ما. عمیق نشده. مثلا شما بدترین آدمی که تو ذهنتون میاد و تصور بکنید. خب اگر جز خودتون کسی به ذهنتون اومد، اولا یعنی مشکل داریم. اینو بگم. چون خدا به حضرت موسی فرمود برو بدترین مخلوق منو بیار. آخرش به این نتیجه رسید تناب انداخت گردن خودش. و خدا فرمود اگر این کارو نمی‌کردی از پیامبری عزلت می‌کردم. اول این نکته. حالا به فرض هم غلط هم یه نفر تو ذهنمون اومد. ماها واقعا باور داریم ممکنه آدم خوبی بشه؟ نه. ببین چرا زبونم لال، ما خدا رو داره قدرت نمیدونیم که خدا تو زورت میرسه اینو آدمش کنی. نه، خدا تو هم بر نمیاد دیگه. میبینید ما قادر نمیدونیم. چرا دعامون برآورده نمیشه؟ به خاطر اینکه از کسی چیزی میخوایم که اصلا خودمون قائل بر این نیستیم قادره. قدرتشو داره برآورده کنه. تو یه کوچه دعوات بشه، بچه 4-5 ساله نمیخواد که بگی بیا کمکم کن. از یه آدم تنومندی که حالا مثلا چون ورزش‌های رزمی هم بلده میگه بیا کمکم کن. بعضی موقع‌ها این خواستنه تبدیل شده به چی؟ به عادت. همینش هم خوبه ها، همینش خوبه هست. حالا میگم براتون. اینا تحقیقات پزشکی روش صورت گرفته ها. دوم این که نه، یه کشش روحی داریم. همونطور که کشش روحی ما میگه باید خداپرست باشی، عقلمون کار نمیکنه بت پرست میشی. کشش روحی به ما آرامش میده وقتی یاد خدا میفته تو ذهنمون، اما به این باور نداریم دیگه. سوم بگیم مهربانه. الان وقت انتقام گیری هم من نیست. بعضی از افراد از چیز ازشون میخوای میگن آها یادته، الان درستت میکنم. نه، خدا اینجوری نیست. همون راه مینه، بخشنده است و بخل نداره. اینو انقدر بیشتر بشویی مگه چیکار کرده؟ ماها بخیلیم. ما مثلا میبینیم یه آدمی خیلی خوب رشد میکنه، آتیش میگیریم. خب مثلا اون کیه؟ شاکی میشیم. چه حالا این رشد مالی، معنوی، اصلا خورد میشه، قاطی میکنیم. چون خدا رو با یک موجودی مثل خودمون مقایسه میکنیم، این ایراد در ما وجود داره. این باید در قلب شکل بگیره. میفرماد هر کسی دعا کند و جز اجابت احساس نکند دعاش مستجاب میشه. اگه دعا بکنی و باورت بر این بشه قطعا مستجابه، فلذا قطعا مستجاب.
ما از اول داریم دعا میکنیم، حالا میگیره خدا برفون گوش میده نمیده، زورش میرسه انجام بده نمیده، اصلا حواسش به من هست. این دعایی که داریم میخونیم چیه؟ میخواد بگه بابا عزیز من، خدا مثل تو نیست. لا یشغله سمع عن سمع. ای کسی که یا من لا یشغله سمع عن سمع، سؤال عن سؤال، فعل عن فعل. ها تو همین جوشن کبیر هم سالم چقدر میخونیم اینا رو. میگه بابا قاطی نکن، شما میلیون میلیون میلیارد خواسته بگو، اصلا اینجوری نیستش که قاطی بشه، مثل شماها نیستش که. این باور برسید که من دعا کردم و قطعا خودم مهربون، عالم، قادر، دوستم داره، از مادرم بیشتر دوستم داره، بنده‌شم منو آفریده، حواسش به من هست، انقدر حواسش به من هست که الان منو متوجه این کرده که از خودم چیزی بخوام بندم. چرا نباید برآورده کنه؟ یکی از مقاماتی که بزرگان بهش میرسن، مقام طمع فی الله. میگن طمع فی الله فرقش با رجا در چیه؟ میگه رجا امید داری به خدا با تمام گناهات. طمع تو اینه که خدایا هیچ، یعنی تو رجا شما عملم انجام دادی، یه نماز خوندی میگه خدایا کمکم کن، یه شرکت تعاونی زدی با خدا میگه 20% من نماز گذاشتم، یا 80% تو هم مغفرت بیار، حل انشالله. تو طمعی نیست، اصلا عمل خودتو نمیبینی، میگه خدا من هیچ کاری نکردم اما انقدر تو رو مهربون میدونم که میگم به من میرسونی. جالب بدونید برخی میگن یکی از جاهایی که شیطان با این که میدونه خدا انتقام خواهد گرفت امید داره، طمع به رحمت خدا داره. خیلی عجیبه ها. قد شیطان خداشناس نیستیم ما. یه از کارهایی که ملعون میکنه ما رو مایوس میکنه. میگه چی میکنه؟ میگه بیچاره تو با این کارهایی که تو کردی خدا باید به تو نگاه کنه، خدا مال اون اولیاء الله، خدا مال اون شهید فلانیه، خدا مال آیت الله بهمانی. ها اینا نیست. خدا میفرماد در من طمع کنی. حضرت ابراهیم چی میفرماد؟ میگه خدا من طمع دارم به بخشش خدا. اینجوری باید به خدا باور داشت. امام صادق علیه السلام میفرماد، ازشون پرسیدن که چرا هرچی ما دعا میکنیم دعای ما مستجاب نمیشه. حضرت پاسخ دادن زیرا شما کسی را دعا میکنید که او را نمیشناسی. جای دیگه باز حضرت میفرماد چون دعا میکنید گمان کنید که حاجت شما در خانه شماست یا در خانه شماست. بگو الان من داده تو خونمونه حاجت و من شناخت دارم به این خدا. از اون مهربونتر کی؟ خدایی که قبل به دنیا اومدنم شرایط هستی برای من فراهم کرده. من نبودم آغوش مادر و نحوه تغذیه طریق شیردهی آماده بوده. اصلا یه نوزاد اصلا بهش بگی تو الان داری چیکار میکنه اصلا نمیفهمه داره چیکار میکنه. یه سری احساسات داره، یه سری حس داره که فقط میتونه دنبال پستان مادر میگرده که شیر بخور. این شگفت انگیزه. میگه به این خدا اینطور باور داشته باشه. ما اعتماد به خدا باید داشته باشیم. اصلا همه مشکل ما اینه که ما خدا اعتماد نداریم، اطمینان نداریم. هر موقع اعتماد کردیم، اطمینان پیدا کردیم، از خدا راضی میشیم. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. هم من راضیم هم تو راضی. امام صادق میفرماد خدا دعایی را که از دل غافل و بیخبر برخیزد مستجاب نمیکند. پس وقتی دعا میکنی از عمق دل به او روی آور و سپس به اجابت دعایت اطمینان داشته باش، مطمئن باش برآورده است. با این حالت باید دعا کنیم. حالا باز ما چرا دعا میکنیم نمیگیره؟ برای اینکه این حالات رو نداریم، یا حالات رو در خودمون به وجود نیاوردیم. مردی خدمت حضرت رسول میرسه و عرضه میداره که خداوند میفرماد ادعونی استجب لکم، منو بخواید تا من استجابت کنم. پس چرا ما دعا میکنیم اجابت نمیشه؟ آقا رسول الله میفرماد چون دلهای شما در 8 مورد خائن و بی‌وفاست. دل خیانتکار. اینجا طرف کیه؟ طرف خیانت شما، اون طرف هم تو خیانت کردی به خدا، دلت خیانت کرده به خدا، خائنه. چرا؟ میفرماد خدا را شناختید ولی حقش را آنگونه که بر شما واجب بود ادا نکردید. از این رو آن معرفت به کار شما نیامد. میگه گفتی حالا خدا وجود داره. آره خب اگه خدا وجود داره بچه تو گناه میکنی. اگه خدا وجود داره بچه نمیترسی از این کاره. علم یعلم بان الله یرا. بابا من دارم نگات میکنم. تو یه آسانسور وای میسی میبینی نوشته دوربین اینجا مجهز به دوربین مداربسته است، کلا 180 درجه رفتار تغییر میکنه. خدا میگه من دارم میبینمت قبول نداری. همسایه‌تون نگاه میکنه قبول داری، خدا رو قد همسایه‌تون قبول نداری.
لافش هم میزنی. آیا خدا همه جا آگاه؟ بله، خدا همه جا ما رو میبینه. ادا 2 به پیامبر خدا ایمان آوردید ولی در عمل با سنت و روش او مخالفت کردید، پس ثمره ایمان شما چیست؟ میگه آقا رسول الله، بله آقا رسول الله فرموده مثلا دروغ نگی، آره آقا رسول الله فرموده دروغ نگی، آقا رسول الله فرموده سلام کنی، آقا رسول الله فرموده خوبی کنی، چرا انجام نمیدی؟ ببینی همینا نشه میگه قلبی نی لفظ. کتاب خدا را خواندید ولی در عمل با آن مخالفت کنید. آمین. غیبت اینی که برادرت بمیره بذارن جلو، یه قیچی هم بدن دستت، یه تیکه تیکه گوشتشو بکنن بخوری. چقدر کراهت داری؟ یه غیبت اینجوری. ما اینجوری کراهت داریم به غیبت. چرا یادمون میره؟ گفتید از آتش دوزخ میترسیم ولی در همه حالات به واسطه گناه خود به سوی جهنم میروید. میاد جهنم میترسه، آها خدا نصیب نکنه. پس چرا داره آتیش یه دست تو این دنیا آتیش میره 20 بار آب خنک میزنی فوت میکنی و چرا نمیترسی از این؟ 5 گفتید به بهشت تمایل و رغبت داریم ولی کارهای انجام میده که شما را از بهشت دور میسازد. این هم داره دروغ میگید. 6 نعمتهای خدا را استفاده میکنید ولی شکر و سپاسگزاری نمیکنید. نعمت رو دارید استفاده میکنید، حالش هم میبرید، تشکر هم نمیکنید. تا موقعی که نعمت هست تشکر نمیکنید. وقتی هم نعمت ازتون میگیرن کفران میکنید. چی شد؟ کجایی خدایا؟ پس چی شد؟ اینا اینطور. خداوند فرمود شیطان دشمن شماست، شما نیز او را دشمن گیرید. شما به زبان او را لعن میکنید ولی در عمل با او دوستید و از او اطاعت میکنید. به همه اینها به 8 موردم بگم، عیب‌های مردم را برابر دیدگانتان قرار دادید و عیب‌های خود را پشت سر انداختید. در نتیجه کسی را ملامت میکنید اما خود به ملامت سزاوارتر هستید. میگه دقیقاً مینالید از رفتاری که باهاتون شده در مورد مردم یا عیبی، همون رفتار خودتون با کسی دیگه نمیکنید. سواره اید به پیاده فحش میدید. این ایرانی‌ها فرهنگ عبور از خیابان ندارن. خب این پل آبه رو برای چی گذاشتن؟ این خطوط راه اینا برای چی گذاشتن؟ بعد خودت میشی جا عوض میشه. ایرانی‌ها فرهنگ ماشین سواری ندارن. بالاخره کدوم یکی؟ چرا ای رنگ عوض میکنی؟ با این واسه چه دعایی از شما مستجاب گردد؟ در صورتی که شما راه‌ها و درهای دعا را به روی خودتان بسته اید. پس تقوا پیشه کنید، کارهایتان را اصلاح کنید، امر معروف و نهی از منکر کنید تا خدا دعایتان را مستجاب کند. از این 8 مورد چی برداشت میشد؟ بابا به چیزی که میگید باور، این بعد جا بیاد. بابا یه خدایی هست داره من نگاه میکنه. چجوری از مردم میترسم؟ از قضاوت شدن توسط مردم از اون نمیترسم. آقا جون من به شما بگم خدایی که از صفات خدا غیور بودن ها. چجوری اگه یه نفر نامزدش بره سراغ یکی دیگه، همسرش خدای نکرده چش چالش یه جا دیگه به چرخه، غیرتی میشه؟ این غیرت رو با غیرت خدا یکی میکنید؟ خدا وقتی میبینه تو دلت پیش یکی دیگه است، حواست پیش یکی دیگه است، لفظاً میگه خدا. ما در روایت داریم یکی از چیزایی که باعث میشه دعاتون مستجاب نشه اینه که نماز اول وقت رو عقب میندازید. روایت از امام سجاد خیلی هم جون داره. چرا؟ یا شما من یکی از این سخنرانی‌ها بود، یه عزیز اومده بود پا سخنرانی، معلولیت داشت. بهش گفتم آقا با شما میشه بیای بالا؟ سختش بود، رو ویلچر رو مثلا رو ویلچر تازه نشسته بود روی صندلی خود سالن همایش. بعد گفتم میشه بیاد آقا به سختی اینو مثلا یه خورده. بعدم ازش عذرخواهی کردم، فقط می‌خواستم برای جمع گفتم ببین من این آقا رو 3 بار صداش کردم بلند شد اومد. حی علی الصلاه، حی علی الصلاه، تعالم نه بیا نه بشتاب، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل. آقا قد قامت الصلاه. بابا بودو وعدگاه به خدا سا گوشیش نوتیفیکیشن اس ام اسش برام اول فکر کنم اینو فلان ملت چی میگن بعداً به تو خدا میرسیم. اینجا چیه؟ برو از هم مردم بگی خدا غیرتی. بسم الله برو از همین مردم بگیر، نوش جونت، بود دوباره دنبال بازیت. ببینم کارت دیگه میشی مثل برخورد غیر مؤمنین، خودشون برن تدبیر کنن کاراشون، ببینیم به کجا میرسه. بابا خدا عاشق بنده هاشه. نمیشه این الفاظ استفاده کنه، همینجوری بگیم آقا دلش تنگ میشه برای بنده هاش.
دوست داره بیاد در خونش صداش بزنه. ما قلبمون خیانت میکنه، برای خدا نیست. روایت فراوان داریم در مورد شرایط اجابت دعا. من 13-14 مورد رو جدا کردم براتون میگم و هر کدوم کوتاه روایتم براش پیدا کردم آوردم، توضیح کوتاهی لازم بود میدم. خوب دقت بفرمایید، لازم نمیخوام حفظ کنید، میخوام به دلتون بشین. هم دلی دل و گفتار. امیرالمومنین میفرماد چون این دعا نکنید که دل شما از آن غافل باشد، بلکه باید با جدیت و تلاش دعا کنید. زبونت میگه به دلت حس کنی. ببین خدا باید تو دل باشه، نه الزاما تو حواس. ببینید ما وقتی دلمون خدایی شد حواسمون رو میبریم بیرون. نگاه کن، میریم تو کوچه با حواسمون راه میریم، با حواسمون رو جوب میپریم، با حواسمون زمین نمیخوریم، با چشممون میبینیم، با دهنمون حرف میزنیم، با گوشمون میشنویم، لازم داریم، اما دلمون هنوز پیش خداست. خیلی وقتا شده مثلا حواست به یه کاری، دلت یه جای دیگه. مثلا زودترین درس رو تموم کنم برم این گوشی جدیدر که خریدم باشه وری برم، این ماشین رو برم پشت رول بشم دوری بزنم. ماشین تازه مثلا گرفتن هنوز جدیده، کل جدیدن لذت، دوست داری بلند شی بری یه دوری باهاش بزنی ها. دیدی اون خدات، اونی که دلت پیششه، اونی که تمام تمرکز تو به سمت اوست، دنبال بهانه‌ای که بلند شی بری بهش سر بزنی. میگه دل و زبان باید هم دل باشه، الکی نباید باشه، یکی بشه. 2 در مواقع شادی و وفور نعمت دعا کرده باشد آن بنده ما. خدا میفرماد من دعای بنده ای رو مستجاب میکنم که زمانی که اون مشکل رو نداشت هم دعا کرده بوده باشه. مثلا سالم بوده برای سلامتی دعا میکرده، متوجه شدید؟ سیر بوده برای گشنه‌ها دعا میکرده، آزاد بوده برای اسرا دعا میکرده. چرا؟ چون اصلا هدف چی بود؟ گفتیم خدا دنبال اینه که بنده متوجه خدا باشه، همین. خب خدا میگه که با این بنده ما که به صورت عادی خودش متوجه ما هست، این مشکل براش پیش اومده، سریعتر برطرفش کنید، نیازی نیست به مشکل بخوره. یا هم دعا میکنه میگیره. این وقتی آبرو داشته نگران آبرو بوده، نه چون کارش سخت شد. دعا کی به وجود میاد؟ گفتیم زمانی که چیزی رو نداریم. کی چیزی رو نداریم؟ زمانی که خدا میگیردش. چرا میگیردش؟ چون حواسمون رو پرت کرده. درست شد؟ گفتیم بچه رو بهش میگه غذا تو بخور، حواسش به اسباب بازی، ازش میگیریم یه دقیقه بیا غذا تو بخور، این همین کاره. بعد گریه میکنه، دعا میکنه، از شما درخواست میکنه که دوباره اسباب بازی رو بهش بدی. حالا اسباب بازی بهش میدی؟ بچه‌ای که به وقتش میاد غذا میخوره، هر موقع اسباب بازی بخوای بهش میدی. ما خودمون عامل اینیم. ما خودمون عامل فقر خودمونیم. چون اون عواملی که به واسطه اونا چیزی به ما میرسه از خدا بر ما پررنگ تره. خدا میدونین اگه دست ما بیارسه این ما جنبشو نداریم، به گن میکشیم زندگی خودمون همه رو. امام صادق میفرماید کسی که پیش از نزول بلا دعا کند چون بلا نازل شود دعایش مستجاب میگردد و ملائکه میگویند این صدای آشنایی است و دعای او را از آسمان منع نمی‌کنند و کسی که پیش از نزول بلا برای دفع آن دعا نکند بعد از بلا دعایش مستجاب نمیشود و ملائکه میگویند ما این صدا رو نمیشناسیم. آقا گیرندش با گیرنده ما یکی نیست ها. للقلب اذنین، قلب انسان 2 گیرنده داره، اذن الرحمن و اذن للشیطان. میگه این گیرندش این صدا رو ما نمیشناسیم، این همش رو گیرنده شیطان بوده، رو فرستنده شیطان داشته کار میکرده. خداوند به حضرت داوود علیه السلام وحی فرمود که مرا در روزهای خوش و آسایش یاد کن تا من دعای تو را در ایام گرفتاری و سختی اجابت کنم. میخواد بگه بابا تو تا خوشی سراغت بیاد من خدا یادت میره؟ مؤمن دائم شکرگزاره، مؤمن دائم به یاد خداست، میگه الحمدلله. ببین خب خدایا شما این نعمت رو به من دادی، تو منعمی خدایا، این نعمت رو به من دادی، من غافل از این نیستم که توهم نمیزنم که اینو مثلا فلان بندت داد، میدونم این بنده واسطه بود، تو اراده کردی به واسطه این بندت اینو به من برسونی، میتونستی به واسطه یکی دیگه
برسونی. من یادم نمیره، من میگم الحمدلله الحمدلله الحمدلله. آقا جون میخواید براتون جا بیفته وقتی شکر خدا وقتی خدا نعمتی بهتون میده همچین با قلبتون احساس میکنید، همون موقع زیاد الحمدلله تکرار کنید که مغز شما و قلب شما بین نعمت و منعم، خدا که نعمتو داده، رابطه رو درک کنه. بذار یه مثال دیگه بزنم. آقا شما الان میگی حسین، وقتی میگی حسین یه اسم داری میگی، اما پشتش سرش 1000 ساعت روزه است. وقتی میگی حسین یعنی تمام اون ایثارها، حسین تمام اون مظلومیت ها، حسین تمام اون مصیبت ها، تمام اون رضیه ها. درست شد؟ اما یه سوال، وقتی میگه الحمدلله تمام نعمات یایی میاد سراغت؟ نه، چون زمانی که نعمت سراغت اومده الحمدلله نگفتی. آقا جون مثلا شما میگه الهی العفو، خیلی خوبه ما با همین الفاظ خدا رو یاد بکنیم، اما الهی العفو برای شما برای عذر خواهی جا افتاده تر قلب شما باش معنوسه یا خدای غلط کردم؟ اینو چون هر موقع غلط کردی گفتی، بدترش هم هست، حالا ما نمیگیم. یکی از علما بود دیگه، حالا میفرمود که تو خودتون و خدای تنهایی از اونها هم برای خدا بگید، چون شما قشنگ روحتون معنوس با اون کلمه است، چون اونو موقع کتک خوردن، موقع در رفتن یه جا گیر کردن زیاد گفتید، اونو میشناسید شما. اللهم اغفر لی الذنوب التي، این اصلا با اینا معنوس نیست. کسی با اینا معنوسه این الفاظ براش جا افتاده، بار معنایی داره، مثل حسینه. یه بچه هیئتی وقتی بهش میگی یا اصلا بشناسید یه بچه شیعه رو با اینکه 3 بار نام حسین ببری اش تو چشش حلقه بزن، میگه همین سادگی هاست، حسین 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 که نهاد گریت بگه برای چی؟ میگه آخه این نیست، این وقتی 3 بار نام عبدالله رو ببره قشنگ متوجه تمام اونها میشه، تمام روزه ها یه جا ذهن حاضر میبینه، قلب حاضر میبینه. پس این آدم زمانی که خیر و برکت هم داره میگه که الحمدلله رب علی جمیع نعمهی، بر تمام نعمتو که وقتی میگه علی جمیع نعمهی تون تون اینجوری تو ذهنش کنتور میندازه، تمام این نعمت‌ها میاد رد میشه. چه کسی زمانی که نعمت‌ها بهش میرسیده، آقا این نعمت‌ها رو اصلا میشناسه، الحمدلله که دارم راه میرم، الحمدلله که دارم نفس میکشم، الحمدلله که دارم میبینم، الحمدلله که یه بار ما خوردیم به طور یه آدم خیلی اهل دلی، این فلج بود، داشتم باش صحبت میکردم، اینو بس کشید به اینجا که به همین رضایت و نارضایتی از خدا، به مقام رضایت، میگفت من خیلی راضیم اینجوریم. من گفتم چرا الکی لاف میزنی میگی راضیم؟ میگفت ببین یه بار یه جوونی بود اوضاعش خراب بود، نمیدونم خواست خودکشی کنه چی، وقتی اومده باش نشستم صحبت کردم، بهش گفتم نگاه کن ببین پاهات سالمه مثلا فلان ها، ببین من میگه یه لحظه احساس کرد چقدر سخت این نوع زندگی، یه شوکی تو دلش چرخید انگار. میگه من خیلی از این الحمدلله که خدا کاری کرده به واسطه من یه سری از بنده هاش شاکرم. ببین آدم به کجا باید برسه. دعا همراه با عمل صالح و وفا به خدا باشد. شرط بعدی. آقا رسول الله میفرماد که دعای بی عمل صالح مانند تیر انداختن از کمان بیزه هست. کمان ذهن نداره تیر بزنه، چی رو میخوای پرت کنی؟ شما خیلی وقت دیدید که برای یه آدمی کار خوبی انجام میدی، کار خوب کمک میکنیم فلان، یه جا که گیر میکنیم بهش میگیم چی؟ آقا اصلا نگیم، ما میگه آقا چند روز نیستی والا به یه مشکلی خوردم، چه یه بدهی. آقا شما چرا به من نگفتی؟ آقا بسم الله بیا پولو بگیر، چون شناخت داری. میگه برای خدا باید همین کارو کنید. تو وقتی عمل صالح انجام دادی یعنی شاکر نعمت‌های خدا بودی، به محض اینکه مشکل بخوری میگن تو فلان بازار فلان، حالا عراق بود، یکی از این کشور اسلامی ظاهرا تو عراق بوده، یه بچه‌ای رفته بود، قدیما هنوزم بعضی این کارو میکنن، بچه‌شون رو به پشتشون میبستن، رفته روی پشت اون داشت رخت پهن میکرد روی بند، بچه یه غلطی زد تکون خورد از بالا پشت اون افتاد. یه حسن حمالی بود اونجا، یه داد زد گفت خدا نگهش دار. مردم بچه وسط آسمون وایستاد، گفت بده بیاد پایین. بچه رو گرفت، همه ریختن دورش. تو عیسی موسی کی چطور این کارو کرد؟
گاه 70 سال هر چی گفت من گوش کردم، حالا یه چیز خواستم او گوش کرد. چیز عجیبی نیست. عمل صالح انجام داده. این مهمه برای مخصوصا این شبها. مبالغه و الحاح، اصرار. آقا رسول الله میفهمه خدا رحم میکند بر بنده‌ای که با حالت الحاح، اصرار و پافشاری حاجتی را از خدا طلب کنه. میگه قفلی بزن رو حاجتت، گریه زاری را بنداز، اشک بریز، زجه بزن. چرا؟ چون این حالت ها حالت کسی که مضطر شد، یعنی این خواسته واقعا چیه؟ قلبیه. ما خیلی وقتا دیدیم مثلا یه جایی گیر میکنیم واقعا از صمیم قلب چیزو میخوایم، حتی به زبونم نمیاد اما دلمون میخواد، با تمام وجود میخوایم. اون اگه بینش فاصله بیفته ناخودآگاه شرش و اشکامو میریزه. میگه اینجوری خدا رو یاد کنید. مؤمن باید اشکش به مشکش بشه برای خدا، اشکش بر روضای ابا عبدالله برای اهل بیت، اشکش ساری و جاری بشه. اصلا بد نیست، اصلا توصیه شده. میگه برای اینجور موارد مثل زنا گریه کنید. یه زجه میزنن، میگه نترسید، خجالت نکشید، زجه بزنید. برای امام زمان چجوری باید گریه کنید؟ حلم معیل فعوتیل و معه العویل و البکا. میگه کسی هست بهم داد بزنیم؟ ندبه یعنی همین دیگه، داد و بیداد، گریه کردن، زجه زدن. عجه کنید، داد و بیداد کنید، گریه کنید، با الحاح باشه، با پافشاری باشه. مورد بعدی میفرماد دعای مخفی بهتر از 70 دعای علنی است. امام رضا میفرماد اگر یک دعای مخفی به جای آوری بهتر است از 70 دعا که به طور علنی به جای آوری. چرا؟ چون میگه دعاهای مخفی به اخلاص نزدیکتره. البته یه مسئله را برخی بزرگان نقل میکنن که از این جهت که آبروی مؤمنم نره. حالا یه جای نشسته شروع کنه داد و بیداد کردن، دعا، ببین گریه کنی یه بحث، اما به زبون بیاری مثلا اون مشکل تو بگی، فردا دیگه تو کوچه همه نگاه میکنن یارو من بنده خدا این کار است. من خودم شنیدم داشت گریه میکرد کنارم. ما خیلی اوضاعمون خرابه. مثلا طرف داریم بررسی میکنیم، میگه که داریم مثلا مداح داره میخونه، روزخون داره میخونه، دعاخون داره میخونه، یا میرسه به یه سری فرازهای خاص، مثلا خدای ببخش گناهایی که نگاه کن، یا یه نفر مثلا زار زد، میگه ای شیطون چرا سر این گناه یهویی؟ تو مثل اینکه اوضاعت خرابه. خدایا چند بار توبه کردم توبه شکستم، یکی داد زد، میگه این فکر کنم کارشه، هر روز اینجا مشتریه، اینا به ما ربطی نداره. ببین برای همین خداوند متعال دوست داره بنده مؤمنش آبروش حفظ شه. ما اعتراف به گناه در اسلام نداریم، اینا مال مسیحیته. اعتراف به گناه خودش گناهه، موجب اشاعه گناه میشه. تو یه بار یه گناهی کردی در خفا، خدا بخشید انشالله، وقتی میای یه جای نقل میکنی دوباره اونو تکرار میکنه، قبحشو میشکنی. گناه افراد دیگر هم برید نقل بکنید، به شما بگم همون گناه انگار انجام دادید. خیلی خفنه خطرناکه. یه جا آقا خبر دارید فلان جا خدای نکرده مثلا زنای صورت گرفته، حالا یه نفر یه گوشه خود مشی اسلامو دیدید که میخواد نبینه اینو، میگه 4 تا شاهد بعد بردارید بیارید با جزئیات تعریف میکنن، اگه یکیشون مخالف بقیه بگه هر 4 تا رو با شلاق بزنید. اصلا کسی جرئت نمیکنه. همین الان من سخنرانی کردم، برید شما 4 نفرتون تعریف کن، هر کدومتون یه جور میگید. عملاً کاری کردی که اثبات نشه. بعد تازه 4 تاشون هم عادل باشن. اونجا سواله، یه نفری که نشستن یه رابطه حرام و اینجوری کامل نشستن نگاه کردن، این اصلا عدالت دارن؟ میخواد بگه بابا یه گنجی یه غلطی کردن ول کنید، برو بی خیال شو. قضات تو تربیت اسلامی باید راه فرار بذارن برای متهم. یه جایی طرف مشروب خورده آوردنش میگن گرفتنش میگن تلو میخورد اینا، دهنش هم بو میده، قاضی میگه این بنده خدا نکنه رفتی دندون پزشکی ماده سر کننده زده رو مخت اثر گذاشته گیج گیج میزنی، دهنت هم بوی همین ماده‌های مثلا سر کننده رو میده. آره اونم آره، یه باره که قابلش کن بره. یاد دادن مچگیری نداریم تو اسلام، دستگیری داریم. مچ کسی رو نمیگیریم، دست کسی رو باید بگیریم. موارد متعدد رهبری میبینید
توصیه میکرد به سیستم‌های امنیتی کشور خودمون که مچ کسی رو نگیرید، کمک باید بکنید، دستگیری باید بکنید. این مشی اسلامیه. اصلا دنبال این نیست چه چیزی آقا تو حتما این، به خاطر اینکه این چی قبحش شکسته میشه. مصداق انتشی الفاحشه است، میگه فحشای صورت گرفته، شما اینو شایعش میکنی، همه جا پخشش میکنی. حواستون باشه هر چیزو شنیدی تعریف نکن، برات مینویسن ها، قبح گناهو میشکنی ها. نکته بعد اینه که بهترین زمانهای پذیرش دعا رو بشناسید. یه سری زمانها هست که خدا اینجا خوب دعا میپذیره. اینکه علت اینها چیه اگه فرصت کردم میگم که اون زمانها اصلا خود اون زمان بحث تربیتی داره. حضرت صادق علیه السلام میفرماد در 4 وقت دعا کنید. وقت وزیدن بادها، حالا 100 سال ما بگن آقا برای چی نمیفهم، آقا مثلا باد میوزه من چی میشه. وقت گردیدن سایه ها، وقت باریدن باران و هنگام ریختن نخستین قطره خون از مؤمنی که شهید میشه. آقا بارون میباره چی میشه؟ ببین یه سری روابط تو این هستی است. بذار یه چیزی شما دیگه به شما بگم. شما فکر بکنید داری تو بازی کامپیوتری انجام میدی، خب مخصوصا جوان‌ترا که صبح تا شب تو این چیزان داری بازی کامپیوتری انجام میدی، توی بازی کامپیوتری تو ریال و دلار و اینجور چیزا که ارزش نداره که. تو بازی کامپیوتری تو یه سکه مجازی رو به تو میده، وجود خارجی هم نداره. تو بازی شروع می‌کنی اینا رو جمع کردن که تو همونجا هم کاربرد داره. عزیز من ثواب پول مورد کاربرد اون دنیاست. این ور جمع کن، اون ور جیبت پر پول باشه، فقیر نباشه. چه میگه این کار ثواب داره؟ یعنی همین. چجوری به شما بگن آقا الان سرمایه گذاری هست اینجا، آقا 103 سود دی داره اینجا 104 میری تو 104. الان ملت هر روز داریم بانک‌ها رو میگردن کجا سود بیشتری میده، پولاشونو بردن بذارن اون طرف. میگه ثواب یعنی یه سری روابط هست، ما اینا رو هیچ وقت نمیفهمیم. آقا جان میفرماد که فرشتگان عامل بالا بردن دعاها هستند. حالا یکی از روایت ها جایی که دعا برآورده نمیشه، جایی که دیگه فرشته ها اونجا حضور ندارن. یه گیرنده باید بگیرین رو ببره. اب الله ان یجری الامور به غیر اسباب. خدا ابا داره از اینکه کاراشو به غیر از اسبابش انجام بده. یکی از این اسباب چیه؟ فرشتگان و ملائکن. چیه؟ میگه خونه که توش سگ نگه میداری ملائکه در اون حضور پیدا نمیکنن. ملائکه قهر میکنن از خونه که صبح تا شب تو اون دعواست. میشه صبح تا شب دعا میکنیم هیچ اتفاقی نمیفته، چون شما حرمت نگه نمیدارید. ملائکه جایی که الفاظ زشت اونجا خیلی زیاد باشه حاضر نمیشن دعوا کنن و هم حرفای زشت بزنن. اونها مأنوس با ذکر الله هن. اونها نام لا اله الا الله میشناسن، اونها سبحان الله میفهمن. حالا باید همین بگیره ببره دیگه نیست. در حدیث دیگه میفرمان که در نماز وتر، بعد از نماز صبح، بعد از نماز ظهر و بعد از نماز عشاء، اینا جایی که دعا برآورده میشه. جای دیگه فرمودن همین شب قدرها، عرفه، بعد از روزه امام حسین، اینا فراوانه دیگه. میگه اینا رو بشناس، اینا زمانهای، اینا گلدن تایمه، زمانهای طلاییه. قدر لیلة القدر خیر من 1000 شهر. از 1000 ماه یعنی 80 خورده سال. 80 خورده سال یعنی یه عمر دیگه. میگه قدر یه عمر تو میتونی ببری، از دست نده. مبادا بخوابی ها شب قدرها رو. این شبها بیدار باش که به غفلت. بیدار باش یعنی چی؟ یعنی خواب هم نوعی چیه؟ غفلته. حالا یارو مثلا فکر می‌کنه حتما باید بیدار باشه، مثلا بشه پلی استیشن بازی کنه. والا بیدار نه پلی استیشن بازی می‌کنه. میگه بیدار بودم. بیدار که به غفلت گذرون دیگه. اصلا میگفتش آقا خوابم چون نوعی غفلته نخواب. هر چی که تو رو یاد خدا میندازه، تو رو به خدا نزدیک میکنه. میگه آقا من بلند شم برای حرم فلان امام، اونجا اون مکان، اون زمان، اون شرایط من رو خدایی‌تر میکنه. بسم الله باشه برو اونجا. میگه من وقتی تو جامعه مؤمنین قرار بگیرم، وقتی تو بین لای این دریای اشک ها قرار میگیرم، بیشتر حال میکنم. بسم الله باشه برو اونجا.
برای چی توصیه میشه میگن آقا برید جمعی شرکت بکنید؟ بله پشت تلویزیون هم میتونین کار انجام بدید. بعضیا چاره‌ای ندارن، بعضی حوصله ندارن. آقا امشب شبی نیست که شما کلا تو گوشید باشه. کار واجب داری انجام بده، بذارش کنار. توجه به خدا. رزق 1 سال تو میخوان بدن. امیرالمومنین فرمود که دعا را در 4 وقت غنیمت شمارید: هنگام خواندن قرآن، در وقت اذان، وقت باریدن باران و هنگام ملاقات کردن 2 صف برای شهادت. یا اونجا دعا برآورده میشه. امام صادق در بهار داریم میفرمان که 3 وقت است که حاجت بنده از خدا پوشیده نمیشود: بعد از نماز واجب، هنگام باریدن باران و زمان ظاهر شدن معجزه از حجت‌های خدا بر روی زمین. شاید از این جهت که حواسا یوهی الهی میشه. آقا این بارون چقدر داره تکرار میشه ها. حواسمون هست. از امام زین العابدین علیه السلام نقل شده، حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمودند از رسول خدا شنیدم که میفرمود در روز جمعه ساعتی است که هر مسلمان در آن ساعت از خدا چیزی طلب نماید خداوند به او عطا میفرماید. گفتم یا رسول الله آن کدام ساعت است؟ فرمود وقتی که نصف قرص آفتاب فرو رود. به یعنی زمانهای خاص اشاره شد. امام صادق میفرماید بر تو باد به دعا کردن در حالت سجده، زیرا بنده در سجده است تمام احوال به خدا نزدیکتر است. حالا طرف میاد سجده نماز وترش دعا میکنه، چقدر قشنگ. توی اون زمان خاص که حواسا از جای دیگه پرت نیست، یک جاست. من مشهد سخنرانی داشتم راجع به جنود عقل و جهل. جنود عقل و جهل هم 5 شب آخر ماه رمضان دوباره ادامه میدم. خب جای برنامه دارم، حالا روی کانال میذاریم. خدمت شما عرض میکنم اونجا عرض کردم نتایج تحقیق دانشمندان زنده امروز که دانشگاه آمریکا داره انجام میشه رو آوردم که مغز انسان در آن واحد 2 تا کار انجام نمیده ها، بلکه در آن واحد بین 2 تا کار شیفت میکنه. هی میره به اون سرک میشه برمیگرده. بچه چرا وقتی لالایی براش میخونی میخوابه؟ چون مغز خیالش راحت میشه که امنه. چرا؟ چون براش جافته تا موقعی که این صدا هست. آره حالا این صدا میتونه حتی آرام آرام به پشت بچه زدن باشه. این حس تو داره خیالت باشه، خیال راحت باشه یکی هست که حواسش هست. شما شب به خودتون بگید خب در قفل نکردم، از اونم حوصله ندارید پاشید در قفل کنید، شب راحت نمیتونید بخوابید. بخشی از مغز شما مشغول اون در قفل نشده میماند. برید اونا خیالاتون رو، امام رضا میفرماد دستشویی دارید اول دستشوییتون رو انجام بدید بعد بیا سر نماز بایستید. دقت بفرمایید. بر همین میفرمان زمانی که بدن خوب استراحت کرده، خوابیدی، قبل از نماز صبح ساعت گذاشتی، بیدار میشی برای نماز شب. دور تا دورت صدایی نیست، همه خوابن، ماشینا بوق نمیزنن، ساکته. میگه اون موقع روح تو متوجه میشه. یعنی چیزایی که 1400 سال پیش ما گفته امروز تحقیقات دانشگاهی داره اثبات میکنه. برای برآوردن حاجات مورد بعدی این که گریه کن، اگرچه به مقدار پر مگسی باشه. میگه خود اشک، اون الحاح و پافشاری جا خود، اما اشک جاری بشه عجیب تاثیر داره. حضرت میفهمه حضرت صادق علیه السلام که چون بدنت به لرزه افتاد و از چشمانت اشک جاری گردید بسیار دعا کنه، زیرا رحمت الهی متوجه تو گرده و هنگام اجابت است. میگه از کجا بفهمم خدا اوکیو بهم داده؟ میگه ببین رو چشات اشک میاد یا نه. ولی به اندازه پر مگسی. اگه دیدی این اشک تو چشات حلقه زد یعنی قلبت نرم شده، داره به توجه میکنه. میگه بنده عزیز من چی میخوای بگو؟ امام صادق میفرمان دوباره که اگر از امری در ترس بودی یا در طلب حاجتی از خداوند بودی، پس اول خدا را به بزرگی و عظمت یاد کن. وقتی با عظمت یاد میکنیم یعنی من چیزی نیستم، تو بزرگترینی، چون بزرگترین قادرترینی، ها ازت برمیاد. ببین اینا اون اثراتشه ها. من کسی دیگه جز تو چیزی نمیخوام. الله اکبر، ماشاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. چنانچه شایسته خداوند است. بعد صلواتی بفرست و حاجت خود را بطلب و خود را به حالت گریه درآور و سعی کن گریه کنی، اگرچه به مقدار پر مگسی باشد. پدرم میفرمود، یعنی امام باقر، نزدیکترین حالت بنده به خدا هنگامی است که بنده در سجده باشد و چشمانش نیز گریان. این اشک توی سجده بسیار زیباست و خداپسند و دوست داشته است. نکته بعدی، صدقه دادن قبل از بیان حاجت. میگه قبل از حاجتت صدقه بده. آغاز امام صادق علیه السلام، امام صادق رو نداشتیم چیکار میکردیم؟
آقا امام صادق علیه السلام میفرمان هرگاه یک نفر از شما بیمار شود طبیب درخواست میکند و به او چیزی میدهد، میری دکتر ویزیت میدی. و اگر حاجتی به پادشاهی پیدا کند به دربانان و او رشوه میدهد. میراد نمیده پادشاه ببینیم می دربون می آقا داداش بیا اینو بگیر ما بریم ببینیمش مثلا. پس اگر حاجتی به خدا دارید باید صدقه بدهید، خواه کم خواه بسیار باشد. میگه پولی یه به خدا رشوه بدید، اینجوری بگیم به زبان، میگه پولی بده. که گفتیم اثرشو جلسه دیشب گفتیم که این یکی از بلاهایی رو که چی صدقه چون دفع بلا میکنه راه پذیرش دعا فراهم میشه. علامه مجلسی میفرمان که دربانان درگاه خداوند فقرا و مساکینن. میگه میخوای بری پیش خدا دربوناش اینا. یا احمد محبتی فی محبت الفقرا، اگه کسی میخواد محبت منو جلب کنه به فقیرا کمک کن و سعی کنید خودتون کمک کنید. بارها عرض کردم یه بچه مسلمون باید برنامه مستمر برای کمک به فقرا داشته باشه. همونقدر که گفتن اقام الصلات کنارش گفتن ایتاء الزکات، کلا ما بخش دوم بوسیدیم گوشیم کنار، فقط نماز رو اگه بخونیم. عموم جاهایی که صحبت از صلات بوده کنارش چیه؟ یا و مما رزقناهم ينفقون، انفاق هست. شما یا انفاق داری یا نفاق داری، یا انفاق داری یا نفاق. خیلی خوبه که رابطه مستقیم پیدا کنید با یه فقیر، ببینید زندگیشو برید درک کنید، نه که تحقیر کنید آبروشو، نه پناه بر خدا این نه. اما این که مثلا حالا من یه پولی رو مثلا میدم اونجا کمکی میکنن خوبه، خیلی عالیه، اما عالی ترینش اینه که حس بکنی اینو. خیلی از این کسایی که مشکلات خانوادگی دارن به من رجوع میکنن، وقتی میخوام برطرف کنم یکی از فرمولایی که بهشون میدم میگم اینه، میگم حتما یه خانواده فقیر پیدا کنید با همدیگه برید کمک کنید. خودشون 6 ماه بعد زنگ میزنن میگن زندگیمون کن فیکون شده. میگم بله، تا قبل شیطون جولون میداد، از این بعد خدا درهای محبتش رو به شما باز کرده. او ودوده، همچین دلها رو به هم جوش بده که نبود. هیچ شیطانی نتونه دیگه بیاد به هم دور به هم زنی بکنه. مورد بعدی دعا کردن در حق دیگرانه. خوب نه داشته باشه. امام باقر علیه السلام میفرماد سریع ترین دعایی که برآورده می شود دعای مؤمنی است که غایبانه برای برادر مؤمن خود دعا کند. پس ملکی که موکل دعای اوست میگوید آمین و خدا به تو 2 برابر آنچه برای برادر مؤمن خود دعا کردی عطا میفرماید. چرا؟ چون این آدم ایثارگریه. 2 بازم متوجه که خدا میتونه مشکل رو برطرف کنه. دوست داره مشکل برادر مؤمنش حل بشه، میبینه کاری از دستش بر نمیاد، میگه خدا میشه این مشکلش رو برطرف کنی. این ایثار رو خدا خیلی دوست داره. اینجاست که میفرماد که آقا 2 برابرش به خودش بدید. ما خودمون هم اینجوریم، چون این حسا در درونمون هست. مثلا شما یه جای داری یه پذیرایی انجام میدی، یا میبینی مثلا یه حالا تموم شد، بعد میبینی همون کسی که مثلا پذیرایی میدادی پخش کنه، میبینی غذا خودش هم داده به یکی دیگه. چه حسی به درت به وجود میاد؟ او رو مهمان ویژه خودت میکنی. یا پاشو بریم سر دیکتو، تو قابل اعتمادی، تو شریفی، تو کرامت داری، تو کریمی، تو اهل طعام نیستی، اهل اطعامی، تو غذا دوست نیستی، تو دوست داری کسای دیگر غذا بدی، تو محرمی، پاشو بیا. خدام همین جوریه. فقط این بنده من زیاد بدید. این کسیه که اگه خیری بهش برسه پخش میکنه، حصر نمیکنه، نگه نمیداره برای خودش نگه داره، حبس نمیکنه برای خودش نگه داره. مورد بعدی میفهمد حمد الهی قبل از دعا باشه که بهترینش هم همین الحمدلله. مفضل به حضرت صادق عرضه میکنه که دعای جامعی به من تعلیم فرمایید. دعای جامعی به ما یاد بده آقا جان. حضرت فرمودن حمد الهی بکن، زیرا چون حمد الهی کردی هر کس نماز بخواند برای تو دعا میکند و میگوید سمع الله لمن حمده. چی شد؟ مورد بعدی چی بود که کسی دیگه برای دعا کنه؟ وقتی شما میگی سمع الله لمن حمده، خدا میشنوه صدای کسی که حمدش میکنه. اون حمد کننده کیه؟ تویی. این سمع الله لمن حمده رو کی میگه؟ همه جماعتی که نماز میخونه و اونا تو نیستن، دعاشون برای تو مستجاب. و نکته دیگه کسی که حمد الهی میکنه یعنی متوجه خداست، یعنی من که چیزی ندارم که همه چی از جانب توست.
حتی اینو بهتون بگم، این چیز جالب، مثلا شما سر نماز یا یه حس خوبی تو نماز داری، دقت کنید، یه حس خیلی باحالی تو نماز پیدا کردی، یهو به خود میگه عجب حس خوبی دارم، امروز چقدر نمازه چه حالی داد، هر از چنگا برام پیش میاد. خب همون لحظه اگر متوجه این بودی که خب این حس خوب کی بهم داده؟ خدا، من که خودم چیزی ندارم، این حس تو نمازاتون بیشتر میشه. چون لئن شکرتم لازیدنکم، شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. میگه خب ما هدفمون اینه که متوجه ما باشه، و این هر دفعه ما باش خیری رسوندیم بیشتر متوجه ما میشه. نتیجه چیه؟ بیشتر بهش بدید. ما مشکلمون چیه؟ تا خیری به اون میرسه توهم میزنیم میگیم کار خودمون. آقا ندیدی دیروز رفتیم یه معامله‌ای داشتیم، یک پلیتیکی زدم 10 تومن گیرم اومد. همچین جانوری شما مثلا دیگه چه انتظاری ازش داری؟ فکر میکنه خودشونو روزی رسان روز. من مواردی روایت‌های بحث‌ها راجع به روزی دیدم، میترسم بگم مردم کار و کوششو بذارن کنار. متوجه شدید چی میگم؟ که همه چی دست اوست. اضافه تر از روزیت بدو، یه چاهی وا میشه همون اضافه میریزه اون تو. همینقدر بسیدی تو اندازه همینقدر شاکری، بیشتر از این خرابت میکنه. بابا جان پسرم بیا یه دونه شکلاتو بخور، بستت دندونات خراب میشه. نه من بازم بخور. بگه بهش نمیدی، صلاحشو میخوای. استغفار از گناهان مانع استجابه. بله آقا اینا دیشب گفتیم، الله خودی بیشتر بازش کنیم. میفرماد که یه سری گناهایی من و شما انجام میدیم، اینا اثرش اینه که راه دعا رو قفل میزنه. تو دعای کمیل چی میخونیم؟ که اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، خدا ببخشون گناههای منو که دعا رو حبس میکنه، نمیذاره بره بالا. از اینا داریم دیگه، گناهایی که یه کاری میکنه حبس میکنه. مثلا چی؟ اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس غیث السما، خدا اون دعا گناهایی که باعث میشه بارون نباره بر ما رو ببخش. یا قطر السما داریم. این یعنی چی؟ یعنی یه سری دعاها همچین اثراتی داره. چرا گناه چه اثری داره؟ خوب دقت کنید حواستون باشه. گناه چه اثری داره؟ اولا اینکه توفیق دعا کردن رو ازت میگیره. اصلا یادت نمیافتی که بعد از خدا چیزی بخوای. درگیر میشی، استرس داری، دنبال این آدم اون آدم، این شماره میگیری مشکل رو برطرف کنی. تنها کسی که یادت نمیاد چیه؟ خدا. چرا یادت نمیاد؟ گفتیم این که خودش یادت بیفته این خودش کلی توفیقه. گناهکاری یادت نمیفته. این همون بحثی که میگم آقا دعوتت کردن اومدی اینجا، تک تک شماهایی که امشب اینجا نشستید خود خدا دعوتنامه فرستاده واسه قلبتون. گفته عشق میکنم بندم پاشو بیا اینجا. دوستت داشته. تو این همه آدم دوست داشته، اراده کرده اینجا باشی. دو گناه حالت تضرع و تواضع و توبه و انابه و اشکو میگیره، نمیذاره با حضور قلب باشه. آدم گناهکاری ویژگیشه. 3 در صورت خوندن دعا تازه مستجاب نمیشه چون قفل زده شده. ببین آقا یه داد و بیدادی سر پدر مادرت کردی، قفل خورده دعات. همین الان تو راه داشتیم راجع به جلسه دیشبمون بحث شده بود اینا تو ماشین. یکی از این دوستان میگفتش که یه بار با 2 تا از داداشام بحثم شد، اینا حق منو خورده بودن، دعوام شد، با چوبم گرفتن منو زدن. بعد میگه تا سالها اینا بدبخت بودن. میگه حالا سالها گذشته رو بزرگتر شده. میگه موقع مثلا سن و سالی نداشتم، نوجوان بودم. می بعدا گفتم نکنه من ته دلم از اینا راضی نیستم، یه گناه حق الناس گردنشونه ها. گفتم بله خونه داداشم من بالاخره نفهمیدن این کاری کردن، سن و سالی نداشتیم نفهم. میگه آقا من به محض اینه که اینا رو بخشیدم دیدم زندگی اینا گشایش پیدا کرد. بعضی موقع 10 سال درگیر یه داد سر پدر مادرت قفل خورده میشه. بعدش هم پروبازی در میاری، نمیری بگی غلط کردم. اصلا برای پدر و مادر اصلا اینا رو بذار کنار. یه شب من مشهد فقط راجع به پدر مادر صحبت کردم. بذار کنار غرور و اینجور چیزا، بذار کنار. زور میگه پدر مادر بگه. فقط جایی که به شما میگه گناه کن، همین اونا رو نباید گوش کنی. اصلا شما با پدر و مادر تمرین ولایت پذیری میکنی،
برای پدر و مادری که معصومن، انا و علی ابا و هذه الامه، یعنی که به امیرالمومنین قشنگ بتونی بگی بابا جان، به حضرت زهرا بتونی بگی مادر خطابش کنی. اینجا باید امتحان پس بدی که اونجا بتونی جواب بدی. امیرالمومنین میفرما المعصیه تمنع الاجابه، گناه ها مانع اجابت دعا میشه. خداوند متعال میفرما گاهی بنده از من حاجتی میطلبد و من آن را اجابت میکنم ولی او گناه میکند. من هم به فرشتگانم میگویم این بنده به وسیله گناه خود را در معرض خشم من قرار داد و خود را مستحق محرومیت از نعمت من کرد. پس از این به خواسته خود نزد من نائل نخواهد شد مگر به بندگی هم گردن دهم. هر بار گناه یعنی من بندگیم قبول ندارم دیگه. آقا شما مثلا افسر بهت میگه که کمربند ببند وقتی نمیبندی، یعنی چون قانون قبول ندارم. استغفار قبل از دعا کردن خیلی اثر داره. گفتیم چی باز خیلی عالیه بر استغفار، برای بخشش شدن گناه ها؟ اشک بر ابا عبدالله. چرا؟ چون ابا عبدالله نماد تمام خوبی است. وقتی برای او گریه میکنی یعنی از تمام بدی ها یزیدی ها بدت میاد، یعنی قلبت هنوز نور رو میشناسه. یه ریست فکتوری میکنی، میری رو تنظیمات کارخونه، چون ذاتت و فطرتت که با اون خلق شده اونا رو دوست داری. مورد بعدی من سریع جمعش بکنم ارزم رو، این که صلوات میفهم بفهم. موارد متعیی صلوات نداشتم. فهم هر کس دعا کنه و پیامبر را یاد نکند آن دعا بر بالای سرش می ایستد و تا هنگامی که صلوات نفرستد به سوی آسمان نمی رود. صلوات چرا؟ به خاطر یکی برمیگره به اون خصوصیت ارحم الراحمینی خدا. خدا اینقدر بزرگه، زشته واسش یه چیزی رو بپذیره، سر یه حرفی رو، ته یه حرفی رو هم بپذیره، وسطش رو نپذیره. برای میگن دعاتون رو بذارید بین دو تا چی؟ سلام. دو، ما در روایت فراوان داریم کسی که شاکر باشه اما منعم خدا رو بشناسه اما واسطه ها رو قبول نکنه. مثلا بگه چشش کو دندش نرم وظیفش بود بر من داد. نه، میفرماد اینو پدرشو در میاره. صلوات در واقع به ما میفهمونه ما واقفیم این نعمات الهی به واسطه کی به ما رسیده. برای همین توسل به شدت تأثیر داره. پذیرش دعا میگن توسل کنید. خدا نمیشنوه، رئیس دفتر میخواد. نه، توسل به شما میفهماند که برای گرفتن این حاجت اینوری اومدی، چیز دیگه هم از همینا بخواد. دینت هم از این آقا بگیر. ببین، دینت هم از همین آقا بگیر. تو مشوق میذاری دیگه، چیکار کنیم این بیاد دینش از این آقا بگیره؟ میگیم بیا گناهات به واسطه ایشون بخشیده میشه. دقت کنید بچهای حضرت یعقوب وقتی گفتن خدا ما رو بخش، خدا قبول نکرد. آیه قرآنه ما قبول نمیکنم، برید پی کارتون. آقا چیکار کنیم؟ وحی رسید که ای یعقوب بهشون بگو باید به واسطه تو استغفار بطلب. اونا گفتن یا ابانا استغفر لنا انا كنا خاطئین، ما رو ببخش بابا جان غلط کردیم. اینا کسایی بودن که باباشون رو قبول نه، مسخرهش میکردن، گفتن پیر شده خرف شده چرت و پرت میگه. همینطوری میگم من بوی یوسف رو میشنوم، گفتن دیوونه شده بابای ما، توهم زده. خدا فرمود نه، به واسطه بخشش بخوای که بفهمی حرفای دیگه این آدمم چی بوده، درست بوده. وقتی به شما میگفته ولایت یوسف رو بپذیری باید میپذیرفتید. دلیلش اینه. صلوات همچین جایگاه داره که به ما بفهمونه که با چه کسایی طرفی. دینتون هم از همین کسایی بگیرید که برای صلوات میفرستید. امام صادق میفرماد میخواید تو را، یکی از یارانش میفرماد تو را چیزی تعلیم دادم که خدا به سبب آن تو را از آتش جهنم حفظ کند. گفت بلی. حضرت فرمود بعد از نماز صبح 100 مرتبه صلوات بفرست تا خداوند روی تو را از گرمی آتش جهنم نگه دارد. حالا تو صلوات بعد نماز چقدر کار داره؟ آدم متوجه به اینه که من هر چی دارم به واسطه اهل بیت ها. ما تو زیارت جامعه چی میگیم؟ زیارت جامعه کبیره میگیم خدای اگه بهتر از این آقایون اهل بیت، حالا آقایون من دارم میگم، از بهتر از اهل بیت شفیعی پیدا می‌کردیم میرفتیم سراغ همون. ما دنبال نجات خودمونیم. دلم واسه خود جوش خودمون میزنه، بهتر گیر میافتم میرفتم اونجا. نیست. آقا رسول الله میفرماد هر کس روز جمعه 100 مرتبه بر من صلوات بفرستد حق تعالی 60 حاجت او را برآورده میکند، 30 حاجت دنیوی و 30 حاجت اخروی او را. آقا امام صادق میفرماد هیچ عملی در روز جمعه بهتر از فرستادن صلوات نیست. یه صلوات دیگه بفرستید.
مورد دیگه این که دعا باید در کنار تلاش و تدبیر باشه. دعای برره‌ای ما نداریم. دیدینا چجوری نخود پرورش میدادن؟ میشستن اینجا نگاه میکردن، کلاشونو تکون میدادن، نخودا دیم بود، خودش میاد بالا، اینا فکر میکنن خودشون دارن پرورش میدن. نه، یا حتما باید کنارش تلاش و تدبیر باشه. همین بعد میفرمان الداعی بلا عمل که رامی بلا وطن. کسی که دعا میکنه ولی به دنبالش تلاش نمیکنه مانند اون کسی که بیچله کمان تیر میاندازه. باید زحمت هم بکشی، گفت خدای روزی برای من برسون، بسم الله دنبال کارم بگرد. دنبال کار بگرد، اما واقف باش دنبال کار گشتن من چیزی نیست، تو باید عنایت کنی، اما من چشم وظیفه خودم انجام میدم. از قضا آدمایی که اهل توکل به خدان، اهل دعان، تجربه نشون داده از همه تلاشگرترن، از همه جهادی ترن. صبح و شب نمیشناسن این آدمو، صبح و شب زحمت میکشن کار میکنن. پس دعا جای تلاش و برنامه ریزی رو تو زندگی نمیگیره، مکملشه، غنا بهش میده. تو با نظم دنیوی قطعا به بنبست میخوری، موارد متعدد تو زندگی. دعا تو رو از بنبست در میاره، میگه خب بسم الله این نظم دنیوی مال قدرت دنیویه، تو به خدا وصلی، اراده کنه راه برات باز میکنه. موانع قبولی دعا چیه؟ امام سجاد تو یک روایت چند تا اینا رو میفهمن، ببینیم داریم یا نداریم. گناهانی که دعا را باز میگردانند و مانع اجابت میشوند عبارتند از بددلی و سوء ظن به مؤمنان و کارهای آنان. پس به همه چی سوء ظن دارن، میفهم دعای این آدم مستجاب میشه. این آدم بیخودیه، به جای خیر ببینه فقط بد. این دیدی الان آها این ماشین رو سوار شین تا 6 ماه پیش اینا نداشت، این احتمالاً یه دزدی، یه چیزی قاچاقچی، یه چیزی هست، یا به تو چه؟ خدا بعدش میگه بیا نگاه کن، بمون، برو تو هم تدبیر کن زندگی. اولا سر خود این آدمه، سرزنش نکنی، سرزنش کنی سر تو میاد. طینت و درونی ناپاک داشتن، بدذاتی. آدم بدذات همه چی رو بد میبینه، 1000 جورم مریضی میگیرن. یه تحقیقی راجع به یکی از مریضی‌ها انجام شده، کشور خارجی انجام دادن. اسم مریضی رو نمیبرم که فردا سوژه نشه. خب جالب، مریضی جزء دردای بی درمونه، خیلی نتونستن درمونش کنن، فقط میتونن تا حدودی متوقفش کنن. بررسی‌هایی که انجام داده بودن دیده بودن این بیماری در افرادی که حسودن 3 برابره. حسود لا یسود، سود نمیه، خودشو ذاتش خراب. آتیش یه نفر خونه خریده داره اینجا میسوزه، خب بدبخت نه از اون خونه چیزی به تو میرسه نه چیزی از تو کم میکنه، خب به تو چه، خدا بهش داده. نه، این آدم خدا رو قادر متعال نمیدونه، واقعا باور نداره که خدا به او دوست داشته بده. نه، خدای این آدم زبونم لال بیورزه است. 1000 جون مرض تو همین دنیا میگیرن، آخرتش به کنار. نفاق و درویی با برادران و خواهران ایمانی، جلوشون برادر و خواهر مؤمن درو باشی، پشت سرش غیبت بکنی، تهمت بزنی. میگه غیبت نکن، میگه من دروغ میگم، میگه آقا لامصب دروغ بگی که اصلا تهمته، که راست بگی طرف راضی نباشه غیبته، حالیشون نمیشه. میگه غیبت نکن، میگه داری طرفداری میکنی. میگه دعات مستجاب نمیشه، هی برو عربده بزن درگاه خدا، دوستت ندارم، حرفتم گوش نمیدم. عدم تا اینجاش میبینی چقدر این دین حق و ناسیه. میگه دل تو باید حل بکنی. عدم اطمینان به اجابت دعا که گفتیم، خب خدا حالا بده، زورش میرسه نمیرسه، میتونه ازش برمیاد نمی، این نه، این برو پی کارت. تو به بقال سر کوچه‌تون بیشتر اعتماد داری تا خدا. تأخیر نمازهای واجب، هی نماز عقب بنداز، این دعاش مستجاب نمیشه. میگه این بابا وقتی ما صداش میکردیم سراغ ما نیومده، حالا چرا صدامون کنه ما بریم سراغش؟ برای نماز اول وقت همین امشب همین ما بتونیم برای خودمون جا بندازیم، این تمام سعیمون رو بکنیم. ما بعضی موقع پیش میاد خداش هم اجازه داده دم غروب، اما بنامون بر این باشه اول وقت بخونیم، به خدای خودمون لبیک گفتیم، خدامون برای ما غیرتی شده. حالا همون خدا غیرتی اجازه نمیده بندش دستش پیش کسی دیگه دراز کنه ها، هواشو داره. بدزبانی و فحاشی و اهانت کردن، گفتیم عرض کردیم براتون.
شاید اون اثر اون ملائکه اون چیزاست. نزدیک نشدن به خدا به وسیله صدقه به کار نیست. اهل صدقه به کار خیر نیست. می دعاش اینا عواملش. جای دیگه میفرماید از جمله گناهانی که مانع اجابت دعا میشود نافرمانی و رنجاندن خاطر پدر و مادر است. به صورت ویژه پدر و مادر آمده. در کل ما داریم کسی که وسیله نعمتگیری رو نعمت زوال باشه پس بزنه، خدا غضب میکنه. هرچی نعمت بزرگتر، واسطه رسوندن نعمت هم مهمتر، محترمتر. احترام استاد، احترام اولیاء الله، احترام علما. داشتی رد میشدی یه تیکه انداختی با یه عالمی تو، بسته شد. میگه برای چی با مطلق انداختی؟ اون آدم اصلا دلیل شناخته شدنش اینه که داره حرف خدا پیغمبر برای تو میزنه. تو این تیکه که با انداختی، تیکه به خدا پیغمبر انداختی. برای بانمک بازی جلو 4 تا رفیقش مثلا میخواد بانمک بازی در بیاره، خودشو بدبخت میکنه. ترحم نکردن به افراد ضعیف، اینا رو تو روایات مختلف، من دیگه روایتاشو نمیخونم دیگه، وقت نیست. کسی که به ضعیف رحم بکنه خدا بهش رحم میکنه. کسی که کسی رو ببخشه خدا میبخشش. کسی که اجابت کنه مردم خدا اجابت میکنه. همون جوری که ما مردم تا کردی خدا باتون تا میکنه. پر از بدبینید، نفرتید، حسادتید، حقد و غضب و غرور و اینای، بسم الله خدا با همینجوری. یه فیزیولوژیستی بود شریعتی، مرحوم دکتر شریعتی، یک کتابی داره به اسم نیایش، اونجا بحث میکنه راجع به ایشون، به اسم الکسیس کارل. اینا تا اینجا گفتم از خدا پیغمبر، از دین خودمون. حالا گوش کن ببین چیا میگن. ایشون جایزه نوبل میبره، زیست شناس و فیزیولوژیست فرانسوی. اون میاد یه تحقیق جامعی میگه رفتم سراغ مهندسا، پزشکا، مردا، زنا، کشیشا، خاخاما، کشیش پروتستان، کشیش کاتولیک، هر کی به دم دستم میگه. خب که جامعه آماریم چه دقیق بود، نظرسنجی از توی ماشین قیافه‌های مردم نبود، دقیق، یعنی فقط هم قیافه‌های مثلا ولنجک اونورا مد نظرم نبود، کل شهر همه جای بررسی دقیق انجام دادم. میگه به چند تا چیز رسیدم. اولا بدونی که تحقیق من جامع بود از همه طبقات و تمام اصناف. 2 نتیجه قطعی برای من حاصل شد که آثار نیایش واهی و خیالی نیست، وهم نیست، و کسی که دعا میکنه بیمار نیست. چون بحث میکنن روانشناسا که خدا پیغمبر قبول ندارن، میگن کسی که دعا میکنه یعنی ضعیفه. میگه خودم نمیتونم کار انجام بدم برم مکه. میگه نه این اشتباه، بیماری نیست. وقتی حتی دعا تا سطح پایین تنزل پیدا میکرد، سطح پایین میگن چی؟ شده ورد زبونمون، اصلا بهش فکر نمی کنیم یعنی چی؟ مثلا راحت خدا رو شکر. آقا رفت بودم عرق بخرم، پلیس اومد نتونست به آخه خدا رو شکر. مثلا این ورد زبونش دیگه، خدا رو شکر برای عرق خوری که چی بچین. میگه حتی تنزل پیدا میکرد تو این سطح و صرفا یک تکرار بود. میگه ما میدیدیم که زمینه روحی و احساسی و اخلاقی رو شدیداً تقویت میکرد. همین عادیش، حالا چه برسه به این که با حضور قلب باشه. مسلم به نظر میرسد اگر 2 نفر به لحاظ مغزی و علمی شبیه هم باشن، یعنی به لحاظ هوش شبیه هم باشن، اگه این چون بهره هوشیش بالا مغزش بهتر کار میکنه شبیه هم باشن، سجایای اخلاقی کسی که اهل نیایش بود بیشتر بود. میگه اونی که اهل نیایش بیشتر بود کمتر دروغ میگفت، بیشتر خیرخواهی میکرد. اینا رو کافرا دارن میگن. اس بردم همه چیزم گفتم به تحقیق کنید. کسی که عمیقاً نیایش میکند، میگه نتایجشو میدیدیم، آثار روانشناسی که میذاشت اینا، آنگونه که خودش را بود میدید، میگه دوچار توهم نبود، واقعا نیازهاشو میدید و زشتیهایش رو آشکارا میدید، پس به دنبال ترمیم آن میرفت. اصلا خیلی از ما قبول نداریم ایراد داریم. دیدی یه نفر فقط کافی که بالا چشه ابروه، عالم آدم یکی میکنیم به من فلان گفته، و تو کی هستی؟ و غرور را کنار میگذارد، ظرفیت تحمل در او به وجود میآید، صبور میشود، مقاوم میشود و اثر مداوای پزشکی و بهبود آن در این چنین افرادی مشهود بود.
میگه دارو رو اینا بهتر اثر میکرد، درمان رو اینا بهتر اثر میکرد. هرگز نیایش را با مورفین یکی نکنید. می فکر نکنید آرامش بخشیش مثل مورفینه. مورفین بدن رو از کار مینداخت، عقل رو از کار مینداخت، اما نیایش اثر مورفین رو داشت در حالی که طرف کماکان چی بود؟ حواس جمع، عاقل و بدن سالم بود. بعد ایشون در ادامه میگه نیایش موجب متانت رفتار، انبساط و شادی بی دغدغه. میگه این آدمایی که اهل نیایش بودن اینا یه شادی و بهجت درونی دارن، غم سراغ اینا نمیتونه بیاد. یقین استعداد هدایت، استقبال از حوادث مانند یک سرباز بودند. میگه مثل یه سرباز که میدونه جنگ، میره برای جنگ، میدونه میخواد کشته بشه، میره، اینقدر مقاومه. میگه کسایی که اهل نیایش بودن اتفاقات تو بیمارانی که ما بررسی کردیم میافتاد. نیروی اخلاقی و عقلی مستضعفین عقلی و هوشی را نیز تقویت میکنه. میگه بعضی از آدم‌ها اصلا عقلشون کمتره، قدرت هوشیشون چیه؟ پایین‌تره. میگه اونایی که اهل نیایش بودن اینا رو تقویت میکرد، هوش طرف بیشتر میشد. چقدر تو این دنیا الان دنبال اینن که هوششون رو بهتر. یه پارسال جنود عقل و جهل کهف الشهداء، اون کسی که گوش میکردن، یه جلسه ما فقط راجع به چی صحبت کردیم؟ تأثیر روزه و تقوا و خودداری بر افزایش هوش. تحقیقات پروفسور دنسون اینا رو گفتیم براتون. یه چیز عجیب میگه ببینید وراثت و محیط پیراهنی بر قامت شما دوخته است. اون تاثیرات ژنتیکی که میدونید که پزشکا اینا رو قبول دارن، و محیط، تاثیرات محیط و وراثت. نیایش جامعی بزرگتر از آنچه وراثت و محیط بر تنتان دوخته بود بر تنتان میکنه. میگه آقا نقشه ژنتیکی شما رو کنه تغییر میده. خیلی حرفه. تأثیر شگفت‌آور لحظه‌ای بر برخی از بیماری‌ها رو ما دیدیم. بیماری‌های مانند خوره، سل ریوی، سرطان، عفونت کلیه، زخم‌های مزمن، سرعت درمان باور نکردنی. و نکته جالبش میگه من تأثیر نیایش رو در افراد دیگر میدیدم. میگه بچه کوچیک مریض شده، مثلا بلد نبود دعا کنه، پدر مادرش کنارش دعا میکردن، این زودتر حالش خوب میشد. یه برنده جایزه نوبل داره میگه. متوجه؟ یعنی اصلا شما بحثایی که عقیدتی ما اصلا بذاری کنار، چی میبینی؟ بعد حالا ما یک سری الگوها داریم، وقتی نگاه میکنیم میبینیم عجب. بله آقا جان، شما میبینید که مصیبت هایی که بر حضرت زینب سلام الله علیها گذشته باور نکردنیه. 18 نفر از نزدیکترین اقوامش رو از دست داده. خیلی از افراد ندیدن چه شد، حضرت زینب دید. در خیمه ها بودن، پشت خیمه ها بودن، حضرت زینب میرفت کمک میکرد، میآورد. میفرماد اون شب نماز شبش ترک نشد، بدن کشش نداشت، نشسته خون، اما نیایشش ترک نشد. وقتی ازش میپرسن از حضرت که تو چی دیدیم؟ ما رأیت الا جمیلا، ما که جز زیبایی ندیدیم که. این تأثیر میذاره ها، اون مصیبت ها، اون فشار ها، اون اذیت ها. یه جا عبدالله بن جعفر نقل میکنه، یه جای دیدم، حالا انشاء دقیق ترشو پیدا میکنم، سخنرانی آتی حتما خواهم گفت، خیلی عجیب بود. میگه خیلی نزدیک حضرت زینب شدم، همسر حضرت زینب. میگه دیدم من نمیبینه. بعد پرسیدم چرا اینطوری؟ حضرت فرمود اثر اون ضربه هاست. بود ما یه بچه همسایه داشتیم، چشاش ضعیف بود. گفتیم چشاش ضعیفه. گفت تو بچگی یکی زد تخت سر این، چشاش ضعیف شد. خیلی عجیبه ها. اما این بزرگوار دعاشو فراموش نمی‌کنه. آقا فردا قراره همه تیکه تیکه بشن. یه شب به ما فرصت میدید بشینیم تا صبح دعا بخونیم، قرآن بخونیم، نماز بخونیم. چقدر این عزیز نماز، چقدر عزیز نیایش کردن. شما میخوای بری پیش خدا، بس سرعت بندازیش،
میگه میارزه یه روز دیرتر باشه ما یه خورده بیشتر دعا کنیم. اینو قدر میدونی خدا فرصت اینجوری فراهم میکنه که بیای دعا کنی، اشک بریزی. اصلا این اثرات دینیش هم بکنار، همین روانشناسا دید چیا دارن میگن، زیست شناسا ببین چیا دارن میگن. فلان دکتر توی فلان مطب هم نه، برنده جایزه نوبل ببین چیا داره میگه. این مکتب ماست. این که تشیع نگه داشته. آقا این اشک ها کارسازه، هم کار خودتو حل میکنه هم کار برادران مؤمنتو باز میکنه. خیلی ها هستن التماس دعا دارن، به خدا آدم مشکلاتشونو میشنوه واقعا میمونه. برادران مسلمانتون رو دعا کنید، یمنی ها رو دعا کنید، اینا خیلی مظلومن. اونا قربانی امنیت بر من و شما نه. اونا دارن خون میدن که اینا میترسن به ما حمله کنن که یه وقت اونا باب المندب و نبندن. من یه صوتی شنیدم از یکی از اینا که موشک داشتن میزدن، اینا داشتن زجه میزدن، استغاثه میکردن، پناه میبردن به درگاه خدا. صدای این زن و کودک آدم میشه جیگرش آب میشد. خدا شد. میگه در زمان شادی، در زمانی که امنیت داری، برای داشتن امنیت دعا کن. همین الان گفتیم که بعدن به گیرش نیفتی. دعا بکنیم جور کسایی هم بکشیم که حواسشون به اینجور چیزا نیست. عیبی نداره، هموطنمونن. زندگی ماها با هم گره خورده. امام حسن علیه السلام میفرماد ما شبا که خواب بیدار میشدم بچه بودیم، میگه مادرمون رو یا در رکوع میدیدم یا در سجده. اینطور بزرگ شدن و میفرمودن میدیدم دارن برای همسایه ها دعا میکنن، تا همسایه های دور. چه همسایه هایی رو دعا کردن حضرت؟ همونایی که کم نذاشتن، نه تو کمک، تو نامردی. در دشمنش دعا میکردن، هدایت اونا رو میخواستن، نگران هدایت دشمنش بود. یه آدم میفرسته سراغ عمر اسد، این عمر اسد جهنمی نشه ها، بچه بودیم با این ما بازی میکردیم، رفیقمون بوده. امام حسین به شمر ملعون فرمود یه خورده اون بغل وایست، از من خون زیاد رفته، یه خورده وایست، کار من تمومه، تو سر نبر. نگران او حضرت. بعد نگران ما نیستن، ما که شیعه شونیم، ما که من فاضل تینونا آفریده شدیم، میفهم از اضافه گل ما آفریده، ما که خاطرمون رو میخوان، ما که با روزه بزرگ شدیم، ما که اسمای اهل بیتی رومون گذاشتن، ما که درگیر اهل بیتیم، ما که میدونیم امشب امام زمانی داریم که ما چشممون به دعای ایشونه، اما چه کرده خدا با این اهل بیت که حالا او چشمش به دعای ماست. و میفرماد فکسر الدعا و تعجیل الفرج، زیاد دعا ظهور منو بخوای. بابا فرج خودتون تو اونه. متوجه باشیم، فراموش نکنیم همدیگه رو. با دلاتون رو پاک کنید از همه آدمایی که بهتون بدی کردن. ببخشید، همین چون به خدا همشون رو بخشید. ببین چه جوری رحمت تو زندگیت میاد. ان شاء الله به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.